وزارت کارهای داخلی روسیه باعث کمک به اگنتی نظارت مواد نشوور نزد پرزیدنت تاجیکستان بیش از 250 میلیون روبل یا نزدیک 2 میلیون و 650 هزار دلار با قرب امروزه جدا می کند. سامانه رسمی اگنتی مبارزه با مواد مخدر و سفارت روسیه در تاجیکستان خبر دادند که سازشنامه مربوط درباره همکاری و رسانیدن کمک به اگنتی در ساحات مقابله به گردش غیر قانونی مواد نشوور، مواد پسیخوتروپی برای سالهای 2023-2025 روز 2 نوامبر سال 2023 در دوشنبه به امضا رسید. سفارت روسیه در فیسبوک خبر داد که در مراسم امضای سازشنامه سفیر روسیه در تاجیکستان سیمیون گریگوروف و رهبر نمایندگی وزارت کارهای داخلی روسیه در تاجیکستان اشتراک داشتند. سامانه اگنتی نظارت مواد نشوور تاجیکستان خبر داد که سازشنامه مذکور را دیرکتور اگنتی گنرال مایور عدلیه حبیبالله وایدزاده و از جانب وزیر کارهای داخلی روسیه گنرال پلیتسیا ولادیمیر کلاکولتف به طور فاصلوی به امضا رسانیدند. بنا به این منبع وایدزاده برای دستگیری‌های پیوسته حکومت روسیه اظهار سپاس نموده در نوبت خود سفیر روسیه تاکید کرده است که تاجیکستان همچون کشور بوفری در راه مبارزه با قاچاق و معاملات غیر قانونی مواد نشوور نقش کلیدی دارد. اگنتی مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان هنوز در پایان سالهای 90 با کمک سازمان ملل برای تقویت مبارزه با موج افزاینده قاچاق مواد مخدر از افغانستان توسط قلمرو تاجیکستان تأسیس یافته است. بنا به آمار رسمی این نهاد، کارمندانش در نیمه اول سال 2023 تقریباً 367 کیلو مواد مخدر را مصادره و فعالیت 24 گروه متشکلانه قاچاقبر عبارت از 47 نفر را آشکار کرده با اتهام قاچاق مواد مخدر 81 پرونده جنایتی گشودند. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هروئین، افیون و حشیش دنیا 1370 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای اخیر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی به بازارهای سیاه شمال سیاره اساساً به روسیه و قزاقستان تبدیل یافته است. از تقریباً 7000 تاجیکستانی که در زندانهای روسیه ادای جزا میکنند، تقریباً چهاریکش برای جنایت‌های مربوط به قاچاق و فروش مواد مخدر زندانی شدند.